همه چیز از یه بسته ساده شروع شد. یه جعبه کیک بدون هیچ نشونه خاصی، فقط با یه روبان قرمز. آنا لویزا فکر میکرد یه هدیه عاشقانه است. اما چند دقیقه بعد از خوردن کیک بدنش شروع کرد به لرزیدن و چیزی که داخل اون کیک بود یکی از مرگبارترین پرونده‌های جنایی برزیل رو فاش کرد. آنا لویزا د اولیویرا نوس، یه دختر 17 ساله که متولد 27 می 2008 بود. آنا یه دختر آروم خجالتی بود که توی خانواده متوسط تو ایتاپسریکا دا سرا، یه جایی اطراف سائو پائولوی برزیل زندگی میکرد. باباش یعنی سیلویو فریرا داس نوس یه مرد مهربون و ساده بود. آنا 2 خواهر داشت که البته اینجا بگم که تو بعضی از منابع گفتن که اون 2 خواهر داشت، تو بعضی از منابع هم گفتن که یه دونه خواهر داشت. در هر صورت چیزی که مطمئنم اینه که آنا یه خواهر دیگه هم داشت که تقریبا حدوداً همسن و سال خودش بود. مامانش هم 2 سال پیش تو سال 2023 فوت کرده بود و خانواده‌شون هم هنوز تو شوک بودن. آنا سال 3 دبیرستان توی مدرسه معمولی دولتی تو محلشون درس میخوند. نمره‌هاش هم متوسط بود که نشون میده که یه شاگرد معمولی بوده، نه نابغه و نه تنبل. آنا علاوه بر اینکه درس میخوند به عنوان دستیار یک کلینیک دندونپزشکی هم کار میکرد که نشون میداد که یه دختر سخت کوشیه. باباش میگه که دخترم خیلی خجالتی و محتاط بود، فقط 3-4 تا دوست صمیمی داشت، با کسی درگیری یا مشکلی هم نداشت، معصوم بود، به همه اعتماد میکرد و عاشق چیزای ساده مثل کیک خوردن و چت کردن با دوستاش بود. تو 27 می 2017 آنا لویزا تولد 17 سالگیش رو کنار خانواده‌اش و دوستاش جشن گرفت. از شروع یه سال جدید زندگی خیلی هیجان زده بود و کلی برنامه و کار جلوی راهش بود. اما فقط چند روز بعد از تولد 17 سالگیش همه چیز به یک باره تغییر کرد. عصر 31 می یه بسته به خونه‌شون رسید. یه پیک موتوری یک کیک کوچیک آورده بود، همراه با یه یادداشت دست‌نویس. روی یادداشت نوشته بود: شیرینی برای زیباترین دختری که تا حالا دیدم. هیچ اسم یا امضایی از فرستنده نبود. تنها چیزی که مشخص بود اسم شیرینی پزی که کیک رو درست کرده بود، یعنی منینا تروفا. وقتی بسته رسید آنا تو خونه نبود، بنابراین خواهرش بسته رو از طرف اون تحویل گرفت. حدود ساعت 6 غروب که آنا برگشت، خواهرش ماجرا رو بهش گفت. آنا فهمید یه بسته منتظرشه و با خودش فکر کرد شاید یه سورپرایز تولد دیرهنگام از طرف یه دوست باشه. آنا از این هدیه خیلی خوشحال و هیجان زده شد. حتی قبل از اینکه کیک رو بخوره ازش عکس گرفت. بعدش یه وایس برای دوستاش فرستاد و یادداشت رو با صدای بلند خوند تا بفهمه کی این هدیه رو فرستاده، تا بتونه ازش تشکر کنه، چون هدیه به صورت کاملا ناشناس ارسال شده بود. آنا وقتی اون عکس و پیام صوتی رو برای دوستاش فرستاد منتظر بود یکیشون بگه که اون کیک رو من برات فرستادم. اما جوابا یکی یکی اومدن و همه گفتن نه، من نفرستادم. هیچ کدوم از دوستاش و حتی خانواده‌اش نمیدونستن که اون هدیه از کجا اومده. برای همین آنا با خودش گفت شاید یه نفر که ازش خوشش میاد و آنا نمیشناستش خواسته غافلگیرش کنه. زیادم بهش فکر نکرد و شروع کرد به خوردن کیک. همه چیز عادی بود تا اینکه حالش یه دفعه بد شد. اولش یه دلدرد ساده بود، اما به مرور بدتر شد. به یکی از دوستاش پیام داد و گفت احساس خوبی ندارم، فکر میکنم حالم داره بد میشه. دوستش بلافاصله گفت آنا نباید چیزی رو میخوردی که نمیدونی از طرف کیه. ولی آنا اون لحظه فکر کرد چیز خاصی نیست. با خودش گفت احتمالاً فقط یه دلدرد ساده است، چون اون کیک از یه شیرینی پزی معروف اومده بود، پس دلیلی برای شک نداشت. اما دیگه خیلی دیر شده بود. حالش لحظه به لحظه بدتر شد. درد شکمش غیر قابل تحمل شد. اسهال، استفراغ، ضعف شدید، طوری که پدرش سیلویو ترسیده بود. سیلویو سریع بلند شد و آنا رو گذاشتش تو ماشین و با سرعت بردش بیمارستان. اون شب یکی از دوستاش که تو این پرونده بهش میگیم سارا هم تو خونه‌شون بود، چون قرار بود که شب رو اونجا بمونه. سارا همه چیزو دید، حتی وقتی سیلویو آنا رو بغل کرده با عجله برد بیمارستان. اون شب برای همه‌شون جهنم بود، برای خانواده، برای سارا و برای خود آنا که نمیفهمید چرا بعد از یه تیکه کیک ساده حالش داره اینطوری میشه. تو بیمارستان دکترها سریع رسیدن بالای سرش، معاینش کردن و گفتن احتمالاً یه مسمومیت غذایی باشه. بهش دارو دادن، سرم وصل کردن و کم کم حالش بهتر شد. رنگش برگشت، نفسش آرومتر شد و همه فکر کردن خطر برطرف شده. دکترها گفتن میتونه برگرده خونه و استراحت کنه. سیلویو هم با خیال راحت دخترش رو برد خونه. آنا لویزا هم فکر میکرد
دیگه حالش داره خوب میشه. به خانواده‌اش گفت که فقط میخوام بخوابم، فردا حالم خوب میشه. آنا اون شب کنار سارا خوابید و به نظر همه چیز آروم شده بود. اما صبح روز بعد، یعنی 1 ژوئن 2025، وقتی که بیدار شد هنوز حالش خوب نبود. تا بعد از ظهر اوضاعش خیلی بدتر شد. حدود ساعت 4 بعد از ظهر آنا رفت سمت حموم، ولی یه لحظه تعادلش از دست داد و افتاد زمین. سارا همون موقع اونجا بود و شوکه شد، چون فکر میکرد حالش خوب شده. پدرش با صدای افتادنش دوید سمت حموم. آنا رو دید که بیهوشه. بلافاصله بغلش کرد، گذاشتش تو ماشین و دوباره با سرعت بردش بیمارستان. اما وقتی به بیمارستان رسیدن دیگه خیلی دیر شده بود. آنا لوئیزا دچار ایست قلبی شده بود. دکترها هر کاری از دستشون برمیومد انجام دادن. حدود نیم ساعت تمام تلاش کردند تا دوباره به زندگی برش گردونن، اما دیگه هیچ علائم حیاتی نداشت. اون دختری که فقط چند روز پیش با ذوق و لبخند شمعای تولدش رو فوت کرده بود، حالا تو سن 17 سالگی از دنیا رفته بود. مرگ ناگهانی و شوکه کننده آنا لوئیزا نه تنها خانواده‌اش رو نابود کرد، بلکه بلافاصله باعث شد همه به یه چیزی مشکوک بشن. وقتی خانواده‌اش به پلیس توضیح دادن که چی شده، از اون لحظه‌ای که یک کیک ناشناس به در خونه‌شون تحویل داده شد تا وقتی که آنا اون رو خورد و بعد حالش بد شد و در نهایت فوت کرد، همه نشونه‌ها به یه چیز ختم می‌شد. دقیقاً اون کیک. پلیسا سریع تحقیقات رو شروع کردن. اولین کاری که کردن این بود که رفتن سراغ یه شیرینی فروشی محلی تو ایتاپسریکا، همون جایی که ظاهراً کیک ازش سفارش داده شده بود. سوال اصلی هم این بود که کسی از کارمندای اون شیرینی فروشی به اشتباه یا شاید عمدی اون کیک رو مسموم کرده، یا اینکه آنا لوئیزا از قبل هدف یه نقشه خطرناک بوده. ولی این فرضیه خیلی زود رد شد. وقتی پلیس با کارمندای شیرینی فروشی صحبت کردن، همه باهاشون همکاری کردن و گفتن بله، کیک از طرف ما خریداری شده، اما تحویلش توسط پیک ما نبوده. و خب به محض اینکه بسته از مغازه خارج شده دیگه هیچ کنترلی روش نداشتن. با رد شدن احتمال دخالت کارمندای اون شیرینی فروشی، مسیر تحقیقات به سمت دیگه ای رفت. اگه کار اون شیرینی پزی نبوده، پس کی اون کیک رو فرستاده؟ ممکنه یه دوست پسر سابق بوده باشه، یه غریبه، یا شاید حتی یه نفر از نزدیکترین آشناهای آنا. اصلاً چه کسی ممکنه بخواد به آنا لوئیزا آسیب برسونه و چرا؟ در حالی که تحقیقات ادامه داشت و پلیس دنبال جواب بود، خانواده آنا مجبور شدن وداع آخرشون رو انجام بدن. 3 ژوئن، فقط 2 روز بعد از مرگش، مراسم خاکسپاری برگزار شد. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. یه لحظه داشتن تولدش رو جشن می‌گرفتن و شمع رو فوت می‌کرد و لحظه بعد داشتن برای همیشه ازش خداحافظی می‌کردن. اون فقط 17 سالش بود. خیلی جوون، پر از رویا، پر از زندگی، و حالا فقط یه سوال تو ذهن همه مونده بود: چه کسی اون کیک رو فرستاده بود و چرا؟ توی مراسم خاکسپاری پدرش سیلویو از دخترش حرف زد. از آنا لوئیزا به عنوان یه دختر آروم، مهربون و معمولی یاد کرد. دختری که فقط چند تا دوست صمیمی داشت و همیشه سرش به کار خودش بود. یه دختر بیگناه، کسی که هیچ وقت حتی فکرش هم نمی‌کرد آدما میتونن تا این حد بیرحم باشن که به یه نفر آسیب برسونن یا حتی مسمومش کنن. سیلویو گفت احتمالاً به خاطر همین اعتماد و ساده دلیش بود که اون کیک رو بدون شک خورد. آنا هیچ وقت فکر نکرد که ممکنه اون کیک خطرناک باشه. براش فقط یه هدیه تولد بود، یه چیز ساده. اون اهل بدبینی نبود، نمیتونست تصور کنه کسی بخواد بهش بدی کنه. سیلویو تو ادامه حرفاش گفت من عشق زندگیمو از دست دادم. اون تازه 17 سالش شده بود. دردش قابل توصیف نیست، خیلی سخته، واقعا خیلی سخته. فقط خدا میتونه به من صبر بده. دخترم لیاقت اینو نداشت. اون یه انسان خوب بود، بدون هیچ بدی، همیشه مهربون و سخت‌کوش. سیلویو به پدر و مادرها هم گفت که خواهش میکنم به بچه‌هاتون یاد بدین از آدمای غریبه هیچ چیزی قبول نکنن. هیچ خوراکی، هیچ هدیه‌ای، حتی اگه ظاهرش بی خطره، چون شیطان وجود داره. اما آدمای زیادی هستن که میخوان به بقیه آسیب بزنن. توی اون روز تلخ، هم کلاسی‌ها و دوستای آنا هم کنار خانواده‌اش بودن. خیلی‌ها هم تو شبکه‌های اجتماعی براش پست گذاشتن، پیام تسلیت و همدردی نوشتن و بعضیا هم حتی یه ویدیویی کوتاه به عنوان یادبود براش درست کردن. اون روز فقط روز خاکسپاری نبود، یه روزی بود برای یاد کردن از آنا لوئیزا. برای دختری که با لبخند زندگی میکرد و هیچ وقت فکر نمیکرد آخرین لبخندش بعد از خوردن یه تیکه کیک باشه. اما با وجود همه اون غم و شوک، پدر آنا لوئیزا و حتی پلیس میدونستن که این ماجرا نباید همینجا تموم بشه. یه نفر اون کیک رو فرستاده بود، یه نفر که عمدن اون دختر بیگناه رو مسموم کرده بود. و اگه اون شخص هنوز آزاد بود، یعنی میتونست دوباره همین کار رو با یه نفر دیگه هم انجام بده. تحقیقات دوباره از اول شروع شد.
کاراگاه‌ها برگشتن سر نقطه اول، همون بسته لعنتی. کیک فروشی از ماجرا تبرئه شده بود. پس قدم بعدی پیدا کردن پیک موتوری بود که بسته رو آورده بود. کیک فروشا گفتن اون پیک کار ما نیست، از راننده‌های ما نبوده. خب حالا سوال اینجاست، اون پیک کی بود؟ خودش کیک رو مصنوع کرده بود یا فقط یه واسطه بوده که نمیدونسته که داره چی میبره؟ پلیس با بررسی دوربین‌های مداربسته تونست پلاک موتور رو به دست بیاره. ردش رو زدن و بعد از چند روز بالاخره به اون پیک موتوری رسیدن که اون روز کیک رو تحویل داده بود. وقتی ازش بازجویی کردن گفت من فقط یه سفارش ساده گرفتم، آدرس رو دادن، رفتم تحویل دادم، همین. اون نه کیک رو خریده بود، نه حتی بازش کرده بود، نه حتی چیزی میدونست، فقط کارش انجام داده بوده و پولش رو گرفته بوده. اما یه نکته مهم گفت اون روز کیک رو از یه آدرس مشخص تحویل گرفته، یعنی کسی اون کیک رو از خونه یا آپارتمان بهش داده و گفته اینو برسون به آنا لوئیزا. وقتی کاراگاه‌ها اون آدرس رو بررسی کردن، اینجا بود که شوکه شدن. اسم صاحب اون آدرس آشنا بود، خیلی آشنا. آدرس به یه دختر 17 ساله میرسید، سارا. همون سارا که اون شب تو خونه آنا بود، همون دوستی که اون شب با آنا بود، همون کسی که دید آنا حالش بد شد و حتی وقتی غش کرد کنارش بود، در حالی که خودش همه چیزو برنامه‌ریزی کرده بود. وقتی پلیس سارا رو برای بازجویی برد، اولش همه چی رو انکار کرد. میگفت هیچ دخالتی نداره. میگفت که اون فقط یه دوست نگران بوده. اما بعد از چند ساعت بازجویی و تحت فشار گذاشتن سارا، اون بالاخره اعتراف کرد. سارا اعتراف کرد که سم آرسنیک تریوکسید رو از اینترنت خریده بود. یه سم بیرنگ و بیمزه که خیلی راحت توی مایع حل میشه، طوری که تشخیصش عملاً سخت یا غیر ممکنه. گفت اونو توی شیشه کیک ریخته و ترتیب داده بود که بسته به صورت ناشناس تحویل داده بشه. اما چیزی که بیشتر از خود جنایت شوکه کننده بود، توجیهی بود که سارا آورده بود. اون گفت من فقط میخواستم آنا مریض بشه، نه اینکه بمیره. پلیس با این اعتراف بالاخره فهمید که قاتل کیه، اما هنوز سوالای زیادی بدون جواب موند. انگیزش دقیقاً چی بود؟ آیا کسی دیگه هم کمکش کرده بود؟ آیا قربانی دیگه هم قبل از آنا وجود داشته؟ همه چیز داشت روشن میشد و با هر قدمی که پلیس جلو میرفت، رازهای تاریک‌تری از سارا بیرون میومد. اما سوالی که همه رو دیوونه کرده بود این بود: چرا یه نفر باید با دوستش همچین کاری بکنه؟ چرا وقتی زیر همون سقف خوابیده بود و خانواده‌اش هم اونجا بودن، دست به همچین جنایتی زده؟ و چطور تونست ببینه که دوستش داره کم کم میمیره و هیچ کاری هم نکنه؟ تمام اینا کاراگاه‌ها رو حسابی نگران کرده بود. وقتی بازپرسا پرسیدن چرا این کارو کرده، سارا گفت همه چیز به حسادت مربوط میشد. سارا احساس میکرد که آنا لوئیزا ازش بهتره و توجه‌های بیشتری رو جلب میکنه، به خصوص تو روابط عاطفی. گزارش‌ها نشون میدادن که هر دوشون به یه پسر علاقه داشتن یا توی مثلث عشقی درگیر بودن و این حسادت سارا رو به جایی رسوند که بخواد آنا رو تنبیه کنه. یه اعتراف تلخ پر از نفرت و حسادت، انگار یه حس رقابت بیمارگونه بینشون بوده که کم کم تبدیل شده بود به یه وسواس خطرناک. بازپرس پرونده گفت که سارا اعتماد به نفس پایینی داشت و نسبت به آنا حسادت میکرد. خود سارا هم اصرار داشت که قصد کشتن نداشته، فقط میخواسته آنا رو بترسونه. اما این ادعا برای پلیس قابل قبول نبود. چرا؟ چون آرسنیک یه سم کشنده است. اگه واقعا نیتش فقط ترسوندن بوده، چرا از ماده استفاده کرده که میتونه آدمو بکشه؟ کاراگاه‌ها گفتن این عملا نشون میده که کار از حد تهدید گذشته و تبدیل به جنایت شده. وقتی پدر آنا سیلویو فهمید که این کار رو کسی کرده که جلوی چشمش بوده و حتی شب قبل تو خونه‌شون مونده، شوکه و نابود شد. اون یادش بود که سارا اومده بود خونه‌شون بمونه، کنارش بود و وقتی آنا مریض شد دیده که پدرش دخترش رو برده بیمارستان. اون دیده که روز بعد تو همون غش کرده و هیچ واکنشی هم نشون نداده، چون از قبل برنامه‌ریزی کرده بوده. فقط یه لحظه تصور کن آدمی که تو خونت راه میدی شب کنار دخترت میخوابه، بعد همون شخص باعث مرگ دخترت بشه. برای خانواده تحمل ناپذیر بود. اعترافات سارا حتی از اینم شوم‌تر شد. اون گفته بود که این کار رو قبلا هم امتحان کرده بوده. چند هفته قبل تو 15 می اون یه دوست دیگر رو دقیقاً به همین روش مصدوم کرده بود. اون دوست شدیداً مریض شد و حتی هم بستری شد، اما زنده موند. این که یه دختر نوجوان با اعتماد به نفس پایین و حسادت آرسنیک رو آنلاین بخره و تو کیک بریزه و حتی با خونسردی تموم بشینه یه گوشه و تماشا کنه که طرف مقابل یا حتی دوستش داره کم کم آسیب میبینه،
همه چیز خیلی بیمارگونه و خطرناک و حتی تکون دهنده است. راستش معلوم نیست چرا سارا اون یکی دوستش رو هم هدف گرفته بود، ولی واقعا باور نکردنیه اینکه یه نفر بتونه توی کمتر از یه ماه 2 بار همچین کاری بکنه. این واقعا دیوونگی محضه. واقعا ظلمی که سارا کرده فراتر از حد تصوره. آدم رو واقعا عصبانی میکنه. چون سارا هنوز زیر سن قانونی بود، با هیئت منصفه و دادگاه معمولی روبرو نشد. طبق قانون نوجوانان برزیل بردنش به مرکز بازپروری نوجوانا. حداکثر مجازاتی که یه فرد بین 12 تا 17 سال میتونه بگیره فقط 3 ساله. فرقی هم نداره که جرم چقدر سنگین و یا حتی وحشتناک باشه. قانونشون هم بیشتر بر پایه اصلاح و بازگشت به جامعه طراحی شده، نه مجازات. یعنی تمرکزش بیشتر روی مشاوره، آموزش و برنامه‌های اجتماعی تا تنبیه. اما برای خانواده آنا لویزا شنیدن اینکه قاتل دخترشون فقط 3 سال قرار بازداشت بشه مثل یه سیلی سنگین بود. برای اونا این اسمش عدالت نیست، هیچ جوره نیست واقعا. و سوالی که همه دارن اینه که وقتی سارا بعد از 3 سال آزاد بشه چه تضمینی هست که دوباره همین کار رو با یه نفر دیگه نکنه، با یه دختری که ازش خوشش نمیاد یا بهش حسادت میکنه. اون قبلا 2 بار این کارو کرده. چطور میشه مطمئن بود که تغییر میکنه؟ پدر آنا، سیلویو، هنوز نتونسته با این فاجعه کنار بیاد. توی یه مصاحبه گفت بعضی وقتا ما سعی میکنیم دوباره روی پا وایسیم ولی نمیتونیم. هنوز باورمون نمیشه. مدام از خودم میپرسم چرا اینقدر ظلم؟ چطور ممکنه یه نفر به این راحتی کاری به این وحشتناکی بکنه؟ و چطور یه نفر میتونه یه ماده سمی مثل اینو به این راحتی از اینترنت بخره؟ و واقعا هم حق داره. فقط فکر کن چقدر راحت میشه همچین چیز خطرناکی رو آنلاین خرید بدون اینکه هیچ هشداری یا محدودیتی وجود داشته باشه. اما چیزی که واقعا تاثیرگذار بود اینه که سیلویو تصمیم گرفت سکوت نکنه. با وجود اون همه درد تصمیم گرفت از صدای خودش برای آگاه کردن مردم استفاده کنه. میخواد والدین بدونن که این خطرها واقعی ان و آموزش دادن به بچه‌ها درباره احساساتشون مثل حسادت و خشم میتونه جون آدما رو نجات بده. اون تاکید کرده که باید حواسمون به کارهای آنلاین بچه‌هامون باشه. مثلا به اینکه چی سرچ میکنن، چی میخرن و با کیا در ارتباطن. میگه باید باهاشون حرف بزنیم، کمکشون کنیم، یاد بگیرن که چطور احساساتشون رو درست کنترل کنن، نه اینکه از روی خشم یا حسادت کار خطرناک بکنن. و یه نکته خیلی قشنگ هم گفت: اگه یه چیزی به دلت بد افتاد یا حست گفت که این موقعیت مشکوکه یا غذا یا بسته‌ای که گرفتی یه جورایی عجیبه، به اون حس گوش کن. همون حس درونیه که داره نجاتت میده. میگه لازم نیست از اینکه زیاد محتاجی خجالت بکشی یا فکر کنی داری زیادی دراماتیک رفتار میکنی. اگه حس کردی یه چیزی درست نیست، یه قدم عقب برو و فکر کن. همون حس درونی گاهی میتونه بین زندگی و مرگ فرق بذاره. نظرتون راجع به این پرونده تو کامنت ها بهم بگید. اگه به پرونده‌های جنایی علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. لایک یادتون نره. ویدیوهای قبلی رو هم ببینید تا ویدیویی بعد.